300 سامانی دیگر وارد گردید که کمیسیا ایشان را به این همت بلندشان احسن میگوید. و همچنین حالا از نام تاج‌الدین میرگنوف 2000 سامانی دیگر به خزینه نوروزی وارد گردید که احسن میگویم با همت بلندشان. در میدان کریم و از دهه رو با ناظم زاده از دهه پکشی به هم قوا آزمایی می نمایند. به هر دو پهلوان برای کار می خواهند. با دقت همه مهمانان و میزبانان ساکنان میرسانیم که در منطقه دویم جماعتی آوردن یک کودک 3 ساله یافتیم. کسی که ما بوده کودکش گم کرده باشد در منطقه دویم به دست یک کودک 3 ساله گفته باشد که من آچسکی 3 میشوم. در میدان والیبال سیاه جمعزاده از دهه پکشیف و حریف آن کس کریم و از دهه رو بچی بابو او بچی بابو خواهش میکنم که هم پهلوانایی که شناخته هستند وزنش و وزن‌تر است با میدان حاضر شوند و همچنین از طرف تماشابینان اطراف خواهش است که اطراف همه میدان خالی کنید که مردم همه به حضور تماشا کنند. تماشا را هر کس خوب کردن میخواد. برای خواهش میکنم که خلل نرساند در اطراف میدان شته متصدیان یا بر همه اطراف میدان خالی کنید. از طرف مخلصان جمعزاده با بالای مره با 100 سامانی دیگر زم کرده شد. پهلوانای شناخته، پهلوانای نامی وزنش و وزن‌تر با میدان حاضر شوید. از طرف داور 1 دقیقه وقت جدا شده است. پهلوانا حرکت کنید. خیزه بچه ها با اطراف میدان خیزه که مردم به حضور تماشا کنند. در طرف راست داور اشور غزده های را و حریف آن کس کتای فزده های پندارد. دوستان عزیز، خزینه نوروزی ما نه تنها از طرف میزبانان ساکنان این 4 دهه
بلکه از دهه های جماعت هم لحظه به لحظه غنی میگردد. چخیلی که پیشتر اعلان کردیم از طرف امین روزیبای 300 سامانی وارد شده بود، حالا از طرف خوشبختov شادروان تخصیبای پسرشان علیشیر 500 سامانی دیگر وارد گردید که ما اصلا میگویم با همت بلندشان. این نوروز جماعت عموما ناحیه و جمهور است. برای بازی های زیبای اشور از طرف مخلصشان صلاحوف 100 سامانی صلاح ببخشید و از طرف واحدوف سلیمان بی 50 سامانی باز ببخشید 100 سامانی وارد گردید. یعنی که بردی پهلوانان معین کنی اسد جان 200 سامانی به بالای مره. پهلوان اشورov غالب دانسته شدند. حریف رابطه اشورov خسرابov از دهه پلدارک خسرابov از دهه پلدارک غالب دانسته شدند. اصلا میگویم به هر دو پهلوانم در حقیقت هر دو پهلوان هم هنر زیبای گوشتینگری داشتند، آداب بلند داشتند. احسن میگویم ما به ایشان. حریف نوبتی خسرابov ایشان از دهه رو هر یک پهلوان فقط بعد دو بازی حقوق دارد میدان را ترک کند. برای بازی های زیبای ایشانوف از نام حاجی فریز 200 سامانی دیگر و بالای مره زم کرده شد. از طرف سید مقیم برای بازی های زیبای خسرابov 50 سامانی وارد شد. از طرف محمد صدیق برای بازی های ایشانوف 50 سامانی دیگر زم شد. از نام سید بیکو برای بازی های زیبای خسرابov 50 سامانی دیگر وارد شد.
حضرت بهادر 50 سامان دیگر برای بازی های زیبای خسروف وارد شد. برای بازی زیبای ایشان از نام امام 50 سامان دیگر وارد شد. یک برد پهلوانان ایشان و خسرو و یک گلیم خارجی و 400 سامانه از طرف مخلصانشان. از طرف دوبار 1 دقیقه وقت جدا شده است. پرها را حرکت کنید. حالا با خزینه نوروزی از طرف سید بیکو حاجی مرسه 50 سامانه دیگر وارد گردید که ما احسن میگویم با همت بلند حاجی بابا. دوستان عزیز، از قدیم الایام نوروزی ما را پهلوانان شناخته با هنر والای خود زیب و زینت می‌دارند و امروز ما گواه هستیم که پهلوان‌های نوروز و امیدبخش این عنعنه را ادامه داده ایستادند. از طرف حالا در میدان در طرف راست داور دولت و از دهه پلدارک و انوشیروان پلوان از دهه راه ادامه قوا آزمایی میکنند. باشخله که گفته گذاشتیم محض زیب و از نام حاجی فریدون برای بازی های زیبای انوشیروان پلوان باز 200 سامانه دیگر با علاوه مرا زم گردید. یادآور میشویم که در میدان گوشتنگری دولت از دهه پلدارک و انوشیروان از دهه راه قوا آزمایده ایستادند. انوشیروان غالب دانسته شدند. احسن میگویم با بازی زیبای هر دو پهلوان هم به دولت و هم به انوشیروان پلوان. شناخته تاجیکستان میر و اسرائیل خیلی نه تنها ناحیه بلکه بیرون از ناحیه جمهوری ایشان هم میشناسند و احترام میکنند. خواهش میکنیم که همین پهلوان های نامبر شده اگر خیرات کنند مرحمت باز یک بار هنری به همتای خود را پیشکش تماشابینان گردانند.
حالا در میدان حریف نوبتی انوشیروان عالمزاده از صاحبان میدان. حالا در میدان جمعه فزده‌های را و حریف آنگاه سعید و سعید جمال از صاحبان میدان. دوستان عزیز، بار دیگر خاطررسان میکنیم که خزینه نوروزی نه تنها از باشندگان سخاوتمندان این 4 دهه بلکه بیرون از آن هم غنی گردید. از طرف امین روزبا دهه پکشیف 300 سامانی و از طرف خوشبخت و تخصیبای شادروان پسرشان علیشیر 500 سامانی وارد گردیده بود. ایستادن به میدان. حالا در طرف راست داور استوف از دهه پلدارک و فیضعلی از خواجگی حاجی امیرو منطقه یکم. پهلوان استوف غالب دانسته شدن. احسان میگویم با استوف، احسان به مهمان هم با پهلوان فیضی هم احسان میگویم برای غیرتشان. حریف نوبتی استوف شریف زاده از دهه راه.
حکم داور در میدان قطعی است. گوش می اندازیم به سخنهای داور. حلق حسابیدن نمی شود. بعد پهلوانان از طرف داور پهلوانان استراحت میکنند. پهلوانان شناخته اگر آماده باشند مرحمت. پهلوان مصوف از دهه راه و حریف آن کس دولتوف با لباس ورزشی سفید از دهه پلدارک. پهلوان حرکت کنید وقت رفته ایستاده است. ما باید هوای مساعد و موافقه ثمرانک استفاده بریم. پهلوان شناخته حیدر ملابگ اگر باشند مرحمت از طرف مخلصان گشته و برگشته تکلیف شده ایستادن. همچنین اسرائیل جان میروف اگر باشند مرحمت به میدان. از طرف دوار برای پهلوانان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوان حجام از طرف روز دوار موسی و از دهه رخ و زیوی با فرمای ورزشی سرخ از ناحیه جبار رسولov. با سمع مخلصان حیدر ملابگ میرسانیم که آن کس نبودند و بعضی سببها در شهر حضور داشتن. برای همین در این
بزم نوروزی ما حضور نداشتند. حاضر پسری آنکه است همین حضور معنی ایشان رساند، یعنی که حیدرف در این جشن نوروزی نیستند. پهلوانان از طرف داور 1 دقیقه وقت جدا کرده شده است. پهلوان حرکت کنید.